از مهمترین چیزایی که هممون بهش نیاز داریم، استثناء هم نداره و دلو خیلی نرم میکنه، یخهای وجود آدم رو باز میکنه، قساوت دل رو از بین میبره، آدم رو در مقابل خدا به زانو در میاره. شنیدن موعظه است. شنیدن موعظه است. به والله قسم شنیدن موعظه ها همونجور که در روایات ما به ما گفتن دل رو زنده میکنه. امیرالمومنین به امام حسن میگه حسن جان احی قلبک بالموعظه، بشنو، بیشین موعظه بشنو. حتی گاهی موقع ها آدم ممکنه اون چیزایی که یه سخنران داره میگه بلد باشه ها. آخه بعضیا میگن خب حاج آقا ما بلدیم اون چیزی که عزیز من، امیرالمومنین به یه نفر میگه منو موعظه کن، اون طرف میگه آقا ما شما رو چه موعظه کنیم، شما همه چی رو خودت میدونی. حضرت ابو نه، تو شنیدن اثری هست که تو دانستن نیست. گاهی موقع آدم میدونه ولی وقتی از یکی میشنوه دل بیدار میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو، این مرجع با عظمت. ایشون گاهی موقع عاشق مرزای زاهد رو تو تهران بهش پیغام میداد که آقا شنیدم شما تو مسجدتون مردم رو موعظه میکنید، پاشید بیاید قوم من رو هم موعظه کنید، پاشید بیاید قوم من رو هم موعظه کنید. که آقای عاشق مرزای زاهد از تهران بالا میشد میومد، 2 تا روایت بخون، 4 کلمه حرف میزد، آقای بروجردی زار زار گریه میکرد. وقتی امیرالمومنین میگه با اون فرد منو موعظه کن، وقت من احتیاج ندارم، ما احتیاج نداریم، واقعا میخوایم این رو. خیلی غفلت الان تو دنیایی هستش که غفلت داره پمپاژ میشه، دلا رو زود غفلت میگیره. آدم با موعظه باید این گرد و خاکاشو یه ذره بزنه کنار. اینو نیاز داریم. گاهی موقع ها یک کلمه تو 1 ساعت صحبت کردن یه نفر به درد آدم میخوره، یه جملهش به کار آدم میاد، به زخم میخوره. شما توی داروخانه میرید که همه داروها به دردتون نمیخوره، یه داروش به دردتون میخوره، همون کار شما رو راه میندازه. گاهی موقع آدم تو 1 ساعت صحبتی کسی یه جملهش به کارش میاد، اما همونی که به کارش میاد خیلی به کارش میاد. میگن ابو سعید ابوالخیر که حالا با عنوان تصوف بیشتر معروف بوده، این یه مرتبه مردم تو مسجد جمع میشن، از ایشون درخواست میکنن که بیاد یه سخنرانی بکنه. آدم شناخته شده ای بوده دیگه. جمعیت مردم میریزه مسجد، ازدحام درست میشه. ابو سعید ابوالخیر میاد تو مسجد، تو بین این جمعیت میشکافه و میره روی منبر میشین. خب اون موقع بلندگو و به هر حال این تشکیلات که نبود که صدا برسه، درست؟ از اون ته جمعیت یه نفر بلند شد گفت خدا رحمت کنه هر کسی که یه قدم بره جلوتر، که مردم بیان جلوتر. گفت خدا رحمت کنه که هر کسی بلند شه یه قدم بره جلوتر. یه مرتبه دیدن ابو سعید ابوالخیر یه چند لحظه تأملی کرد، از منبر اومد پایین. همه نشستن برای که سخنرانی آقا رو گوش بدن و از منبر اومد پایین. دورشو گرفتن، آقا همه منتظرن، برای شما اومدن. ابو سعید ابوالخیر گفتش که حرف همونیست که اون آقا گفت، همون یک کلمه، خدا رحمت کنه اون کسی که بلند شه یه قدم بره جلو. همه حرف همینه که خدا رحمت کنه اون کسی که بلند شه یه قدم بره جلوتر. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، همین بسمونه. یا آقایی بود میگفت هنوز که من سندی ازم گذشته یادم نمیره یه جمله‌ای که بابام که خدا رحمتش کنه وقتی میخواست مادرم رو که اونم خدا رحمته، همه از دنیا رفتن، یادم نمیره که بچگیم وقتی بابام میخواست مادرم رو برای نماز صبح بلند کنه یه چند دقیقه قبل از اذان این جمله رو میگفت خانم جان بلند شو، انقدر بعدها بخوابیم که کسی دیگه نیست ما رو صدا بزنه، بلند شو. میگفت هنوز اون جمله پدرم تو ذهن من است. گاهی موقع یه جمله هست ولی با آدم چیکار میکنه، همون یه جمله چه بسا زندگی آدم رو مسیرش رو عوض بکنه. واقعا همینه. شما شاید نمیدونم اسم آیت الله جهانگیر خان رو شنیدید یا نه، تو تخت فولاد اصفهان دفنه. آیت الله جهانگیر خان قشقایی. اصلا به نظرتون عجیب نیست؟ آیت الله معمولا آیت الله مثلا محمد، حسن، علی، حسین، آیت الله جهانگیر خان یه مقداری عجیب. ولی میدونید این جهانگیر خان استاد بسیاری از مراجع تقلید بود. استاد آقای بروجردی بود، استاد آقا جمال گلپایگانی بود، استاد آقا نجفی قوچانی بود، استاد بسیاری از بزرگ، استاد امیررحیم ارباب بود که اینا همه از عرفا و اولیاء خدا بودن، شاگردان آیت الله جهانگیر خان. این آیت الله جهانگیر خان قشقایی میدونید تا 40 سالگی تار میزد، یعنی اصلا اهل این مسائل دینی و این حرفا نبود. تا حدود 40 سالگی تو ایل قشقایی بود، از اهالی سمیروم اصفهان بود. یه مرتبه تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار. اومد
به یه پیرمردی برخورد کرد، آقا مغازه تعمیر تار کجاست؟ او گفتش که مغازه تعمیر تار تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه آدرس داد. اما جوان، همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. همین. او گفت آدمو کجا تعمیر بکنن؟ یه مدرسه علمیه اون نزدیکی‌ها بود، مدرسه مولا عبدالله یزدی، البته الان دیگه خراب شده دیگه، تو اصفهان. گفت برو اونجا. که جهانگیر خان رفت اونجا، به پدر و مادرش نامه نوشت که پدر مادر من هستم، فعلا دیگه نمیام. زندگیش عوض شد. بود تا شد آیت الله جهانگیر خان قشقایی، شد از عرفا و فلاسفه معاصر بسیار با عظمت، یه مجتهد، یه عارف که مراجع از زیر دست او در اومدن و تربیت شدن. گاهی موقع یه جمله آدم رو اینجوری زیر ما نیاز داریم. امام کاظم علیه السلام، اینو همتون شنیدید، از در یه خونه رد میشد، یه زن خدمتکاری اومد دم در آشغالی بریزه، آبی خالی کنه تو کوچه. از اون خونه‌ای که این زن اومد بود بیرون، صدای تار و تنبور می اومد، صدای ساز و آواز می اومد. امام کاظم علیه السلام یه لحظه ایستاد، فرمود که صاحب این خونه عبد یا آزاده؟ این زن خدمتکار گفت نه آقا، آزاده، خودش اربابه برای خودش، کسیه؟ امام کاظم فرمود بله، هم آزاده که اینجوری جسارت داره در مقابل خدا، اگه عبد بود اینجوری نبود. رفت. وقتی این خدمتکار برگشت تو، اون اربابش گفتش که کی بود چی بود؟ جمله رو گفت. تا جمله رو گفت او دوید به سمت امام کاظم، به دست امام کاظم توبه کرد. از اون به بعد شد بشر حافی یا بشر حافی، که پا برهنه همیشه دیگه تا آخر عمرش به یمن این که توبهش به این شکل صورت گرفته بود توبه کرد. مسیر زندگیش با اون یه جمله امام کاظم علیه السلام. من تقاضا میکنم هفته یه مرتبه حداقل یه موعظه بشنویم.